بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درسوي خود را دوام میدیم از رساله سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. ما و شما اصل یکم تمام کردیم. اصل دوم درباره شناسایی به دین اسلام میشد و اصل سوم درباره شناسایی به پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم میباشد. شيخ الإسلام رحمه الله بفرمايات: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تعريف إسلام همين است. چقدر انسان‌ها هستند که از تعریف اسلام بی‌خبرند. میگوید که در کدام دین هستی؟ میگوید در دین اسلام. اسلام چیست؟ نمیداند چه. همین از سبب جهل خودی مردم و از همه پیش جهلی بسیار، یعنی که گویم به نام یعنی که دانشمندان اسلام ملاها. اصل دوم شناختن دین اسلام است و با دلیل ها، یعنی که دین اسلام باید هر یک کس به دلیل شناسد. اکنون اسلام چیست؟ و این یعنی که اسلام تسلیم شدن است برای الله در توحید. در توحید تسلیم الله شدن است، یا که به دیگر تعبیر گویم الله را توحیدش شناختن. این است یعنی که در اسلام بدون تو به معلوم میشه. والانقیاد له بالطاعت و گردن فراوردن است برای او در طاعت. من الله را اطاعت میکنم میگویم. خب در پیشگاهی الله، در پیش قانونهای الله، در پیش قانونهایی که بعضی چیزها را حلال گفته است و بعضی چیزها را حرام گفته است، بعضی چیزها را امر کرده است و از بعضی چیزها منع کرده است، در پیش اینها تو تسلیم هستی، یعنی که بگیم اطاعت میکنی یا نه؟ انا چی میگن؟ گردن فراوردن است. و از شرک و از اهل شرک بیزار شدن است. از شرک و از اهل شرک بیزار شدن است. انا اسلام انا سه تا معنا داشته است، یعنی در توحید تسلیم الله شدن و در طاعت گردن فرو آوردن است و از شرک و از مشرک ها بیزار شدن است. این معنای اسلام بوده است. و می فرماد: و هو ثلاث مراتب: الاسلام والایمان والاحسان و کل مرتبه لها ارکان. و او سه مرتبه است، یعنی که دین اسلام، همین دین سه تا مرتبه دارد: اسلام، ایمان و احسان، و هر کدام از آنها دارای رکن است. یعنی اسلام با رکنهای خاص دارد، ایمان رکنها دارد و احسان هم رکن دارد. می فرماید که فارکان الاسلام خمسه: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج بیت الله الحرام. ارکان اسلام 5 است. گواهی دادن است که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد فرستاده الله است و برپای داشتن نماز است و دادن زکات است و روزه ماه رمضان را داشتن است و حج خانه مقدس الله را به جا آوردن است. این یعنی که چی است؟ 5 رکن اسلام. ان شاء الله دوامش با مستقل درس میکنیم، زیرا اینکه و کمتر دراز میشود و او را نیم خوانده کردن نمیشود. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.